جای بازی نگاره 5 ساله اکنون کوچه نزد خانه اشان شده است. او همراه خواهرانش روز را با دویدن و بازی و دور از تعلیم باغچه بچگانه سپری می کند. چند روز پیش مادر نگاره خردسال تصمیم گرفت که او را دیگر به باغچه نبرد. پیشتر به مشغول سودا دادیم. خیلی زورمون میرسید میدادیم. حاجی خیلی کریزی سودا هم نیست. سودا هم نیست. حاجی خیلی هم به سوداگی خونشین شدیم. خیلی کودکان میسادی گرفتیم دیگه. نگاره خردسال سببی به باغچه نرفتنش را درک نمی کند. اما به قول مادرش زود دوگانه هایش را به یاد می آورد و بازی های در باغچه آموخته خود را به خواهرانش می آموزاند. طبق یک قرار حکومت درباره پرداخت مبلغ برای نگاهیبینی کودکان در مؤسسه های تعلیمی تا مکتبی، نرخ خدمت رسانی باغچه ها از ماه مارس سال جاری 50% بالا رفته است. مسئولان در شرح این قرار میگویند هدف اصلی بهتر کردن شرایط نگاهیبینی کودکان و پرداخت مبلغ علاوه‌ای برای مربیان است. خصوصا در کودکستان ما از یک حصه والدین با طبقه اولوی کمبیزوات منصوب بود که تو این وقت آنها مبلغ ناچیز میسپریدند، مثلا 10 سومونی که یک بار 80 سومونی که شد برای چنین اوله ها البته کمتر دشوارتر است. قسمی از آنها گوییم که قسمی کمتری آنها با خواهش خودشان از بس که 2-3 فرزندشون در کودکستان بود یک کودکیشون رو از تعلیم تربیه تا مکتبی موقتا گفتن که میگیریم. یعنی که این قرار حکومت است. مسئولان ریاست معارف شهری دوشنبه میگویند تاجیکستان در مقایسه با کشورهای دیگر پساشوروی مبلغ خیلی ناچیز برای باغچه ها تعیین کرده است و بلند بردن حق خدمات فعلا تجربوی بوده، تنها در شهر دوشنبه و بعضی از شهر و نواحی دیگر کشور به راه مانده شده است. 50% این مبلغ برای استفاده زیاد کردن غذای کودکان صرف می شود و تقریبا به اطراف 40% برای معاش علاوه‌ای همون مربی ها، یاردمچی مربی و دیگر کارمندها. نظر والدان به قرار 50% بالا بردن حق خدمت رسانی در باغچه های بچگانه پایتخت مختلف است. نه وضعی نیست، احساس نه درس میتیم از سر تو بگه کودکامون بازی میکنن، خرسن میاریم خرسن میپریم همش نه روزی اگه روزی خیلی معاش بلندتر باشه خیلی. حالا بیش از 22% اطفال دوشنبه یعنی 26,000 کودک به مؤسسه های تا مکتبی فرا گرفته شدند که به قول مقامات عدد زیاد نیست. در حال حاضر در حدود پایتخت 125 کودکستان وجود دارد که 90 تایش باغچه دولتی است.